دوستای نازنین سلام، خدا کنه هر جا هستیم خوب و خوش باشیم. تشکر میکنم از اینکه همیشه چینل یوتیوب صدای هنر و هرات فامی رو تعقیب میکنیم. دوستای نازنین میگه خود شما به جریان هستیم. چینل یوتیوب صدای هنر سعی میکنه برنامه‌های آموزنده که شما از اینا برداشت مثبت داشته باشید. میگه تمام همکارای ما که اینجا میبینیم، خانم فاطمه حسینی و خانم رقیه حسن‌زاده، فاطمه امینی، سعی میکنیم یک برنامه‌های آموزنده برای شما تقدیم کنیم که قابل پسند شما باشه. میگه دوست دارم خانم حسن‌زاده و خانم امینی که جدید و جمع پیوستم یک سلام علیکی داشته باشه. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که ما را از طریق چینل یوتیوب صدای هنر بیننده هستن. انشالله که همگی شما خوب و خوش باشین. من خوشحالم که در کنار همکاران عزیز و گرامی هستم و این نمایش ها و کلیپ هایی که ساخته میشه اینا همه به درخواست همه عزیزانی که علاقه‌مند نمایش های ما هستن و به ما پیام میدن از طریق دنیای مجازی و درخواست میکنن که چنین نمایش هایی ساخته بشه تا مردم از این طریق دیدگاه اینا نسبت به تمام موضوعات و تمام مشکلاتی که در جامعه هست مثبت بشه و مشکلاتی که در بین خانواده ها و تمام عزیزان به خصوص هموطنان عزیز ما هست مشکل اینا رفع بشه و یک ساعتی ما بتونیم گل لبخنده بر روی لبان شما عزیزان بیاریم. انشالله که همه شما عزیزان در هر کجای این کره خاکی هستین موفق، شاد و سربلند باشین. خانم امینی. دوستان عزیز، من هم به نوبه سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان گل. تشکر از اینکه ما را از طریق چنل یوتیوب و صفحات مجازی تعقیب میکنید. همونطور که همکارای ما گفتن، آقای احمدی و خانم حسن‌زاده سوژه و کلیپ‌هایی را که ما میسازیم بنابر مشکلات هست که در جامعه ما هر روز رخ میده و دوستا به ما پیام میگذارن یا کامنت میگذارن که بنابر همه روال سوژه بسازیم شما یا کلیپ بسازیم. ما هم کلیپ‌های سوژه هایی میسازیم که هر روز در جامعه میبینیم و هر روز با اوبر میخوریم و امیدوار هستیم که شما هم برداشت مثبت از این کلیپ و سوژه های ما داشته باشیم. در اخیر هم تشکر میکنم از تمام دوستایی که همیشه چینل یوتیوب صدای هنر و هرات فامی رو تعقیب میکنیم. ما هم سعی میکنیم برنامه آموزنده برای شما تقدیم کنیم. همون تشویقات شما دوستا هست که برای ما قوت قلب میشه تا بتونیم برنامه بهتر و بهتر برای شما ارائه کنیم. قربان شما که همیشه ما تعقیب میکنیم.